از کی ببینه؟ جا داره که تشکری کنم از تک تک دوستای عزیزی که تا حال ما رو فالو کردن و با کامنت های خوبشون با ما انگیزه دادن و لایک و قلب های زیبایی که به ما هدیه کردن. خب دوستای عزیز، بابت از اینا من برای شما یک دعای خیر میکنم. خدایا برای همه عزیزانی که تا حال از ما حمایت کردن، اونایی که برایشون زن دادی، دعا میکنم که در کنار زن و خانواده خود خوشبخت و صحتمند باشه. ایوالله انفاسکم. اگر مجرد از خدایا برایشون یک زنی بده که 2 تا چشم، 2 تا گوش و یک زبان داشته باشه. الهی چی میگن؟ نمیفهم. چی؟ آقا جون اون بیت اولو بخونید، یکی 2 بیت اولو بخونید. دوستای عزیز، شاید برای شما خیلی خنده‌دار باشه ولی پشت از این حرف‌های من بسیار فلسفه عمیق وجود داره. ببینید 2 تا چشم اگه داشته باشه خوب ببینه و شما درک کنه شرایط شما را و با شما سازگار باشه. 2 تا گوش داشته باشه خوب به حرفای شما گوش بده. البته شوهرها هم باید خصوصیات داشته باشه. 1 زبان داشته باشه، نکنه که شروع کنه به شما دیگه نتونید گوشتان هم بگیرید، چون که میگه تو به حرفایم گوش نمیدی، یک قپاقم به گوشتان بزنه. اصلا جایی چه حسابت نمی کنم. خب دوستای عزیز، خیر باشه بگذاریم از اینا. آها، میگن خانم ها و دختر خانم ها وقتی میخوان جای برن بسیار زمان هدر میدن تا اینکه آماده میشه آرایش میکنه و خود برای از اون مهمانی و محفل آماده میکنه. من یک ویدیو دارم بسیار یک روش ساده و سریع هست برای آماده شدن، به خصوص سفتر زدن به صورت که بسیار مؤثر است. بریم یک بار دیگه ببینیم. Nerede getir? فکر کنم این تفلک هم منتظر یک فرصت بوده. زهر مار اسکل، اصل قضیه که این نبود که.